با هواپیماهای بسرنشین ضربه میزنند. اظهارات پنجم قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی. قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نشر اظهارات پنجم در رابطه با مناقشه مرزی در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان نگرانی کرد که نوابسته از برگزاری واخوری راهبران اول مقامات حفظی حقوق و اعلان نمودن آتش بس با گذشت 1.5 ساعت جانب قرقیزستان به سمت منطقه‌های آوچی قلچه ناحیه باباجان غفوروف، واروخ و چارکوی شهر اسفره از سلاح گروهی و تکنیک‌های حربی تیرپرانی را دوباره آغاز کردند. تاکید می شود که طرف قرقیزستان قوه و واسطه های علاوگی نظامی را از مرکز ناحیه بادکنت جمهوری قرقیزستان به منطقه های نزدیک سرحدی انتقال داده ایستادند. همچنین در این اظهارات از آن نگرانی کرده می شود که جانب قرقیزستان با استفاده از چرخبال‌های حربی و هواپیماهای بسرنشین ضربه زننده منزل‌های استقامتی شهروندان و انشاءات‌های ملکی تاجیکستان را مورد حمله قرار دادند.